عرض سلام و احترام خدمت دانش آموزای عزیز. امیدوارم که مثل همیشه شاد و سلامت باشید. خب عزیزان، اگه یادتون باشه جلسه گذشته درس ما My Week بود، یعنی در مورد ایام هفته، روزهای هفته و آخر هفته و یه سری فعالیت‌های دیگه با هم دیگه صحبت کردیم و لغت‌ها و عبارات و جملات جدیدی یاد گرفتیم. امروز میخوام که با شما درس سوم رو شروع کنم. پس همراه باشید تا درس سوم رو با هم دیگه بخونیم. خب نام درس سوم ما My Abilities. Ability یعنی توانایی. Abilities یعنی توانایی ها. My Abilities یعنی توانایی های من. خب بچه هر یک از شماها برای خودتون یه سری توانایی های خاص دارید. یکیتون نقاشیش خوبه، یکیتون توی فوتبال خوب هستین و کسی هست که ممکنه دستخطش خوب باشه، خوشنویسی بلد باشه و کلی مهارت‌های دیگه که ممکنه شما داشته باشین و دوستاتون و همکلاسی هاتون اون توانایی ها رو نداشته باشن. خب بیایید درسمون رو شروع کنیم و ببینیم که اصلا توانایی چیه و توی درس سوم کلی لغت و جملات جدید یاد میگیریم. خب مثل همیشه بیایید اول مکالمه درسمون رو یه بار بخونیم و ببینیم که اصلا چه اتفاقی توی این مکالمه میفته. در واقع الهام و سارا با هم دیگه صحبت میکنن. بیایید بررسی کنیم ببینیم که چه صحبت‌هایی با هم دیگه دارن. خب من براتون این جملات رو میخونم، لطفا شما هم با دقت این جملات رو دنبال کنید، یعنی ضمن این که به من گوش میدید به کلمات هم نگاه کنید و ببینید که چه کلمه‌ای به چه صورت تلفظ میشه. Wow, your drawing is very good. Thanks. Can you draw? No, I'm not good at drawing, but I can take good photos. Really? Can I see your photos? Why not? Come to my house this afternoon? Oh, I can't make it today. How about Thursday afternoon? Oh, I can't make it today. How about Thursday afternoon? That's fine. You can bring your drawing book too. Sure. Okay. بچه نگاه کنید. بیایید این مکالمه رو یه بار دیگه با هم بخونیم. یعنی من آرومتر میخونم، دونه بدونه این کلمات رو براتون تلفظ میکنم و از شما هم انتظار دارم که توی خونه همراه با من این کلمات و این جملات رو تکرار کنید. من میخونم براتون فرصت میدم، شما هم تکرار کنید. واو! بسیار، شما هم تکرار کنید. Your drawing is very good. Your drawing is very good. درود بر شما. لطفاً تکرار کنید. Thanks. Thanks. Can you draw? Can you draw? Can you draw? Can you draw? No, I'm not good at drawing. I'm not good at drawing, but I can take good photos. But I can take good photos. But I can take good photos. Really? Really? Can I see your photos? Can I see your photos? Why not? Why not? Come to my house. Come to my house this afternoon. Come to my house this afternoon. Oh, I can't make it today. Oh, I can't make it today. لطفاً شما هم تکرار کنید. How about Thursday afternoon? How about Thursday afternoon?
How about Thursday afternoon? That's fine. That's fine. You can bring your drawing book too. Sure. خب بسیار عالی. بیایید حالا ببینیم که الهام و سارا در مورد چه چیزی با هم دیگه صحبت میکنن. الهام میگه واو، تعجب میکنه، حالا به خاطر اینکه نقاشی سارا خوب بوده یا یه نقاشی که دیده خوب بوده هیجان زده شده. واو معنی خاصی نداره، همین معنی واو میده. Your drawing is very good. میگه که نقاشی تو خیلی خوبه. Your drawing is very good. میگه که نقاشی شما خیلی خوبه. سارا در جوابش حالا تشکر میکنه، میگه thanks، متشکرم. Can you draw؟ ازش سوال میپرسه از کی؟ از الهام. میگه can you draw؟ میتونی نقاشی بکشی؟ الهام در جوابش میگه no، نه، I'm not good at drawing. من تو نقاشی کشیدن خوب نیستم. خب تا اینجا مشخصه که drawing یعنی نقاشی کشیدن، نقاشی. good هم که یعنی خوب. but اما I can take good photos. میتونم عکس‌های خوبی بگیرم. ببینید بچه‌ها، عکس گرفتن هم خودش توانایی هست که الهام میتونه عکس‌های خوبی بگیره. میگه که but I can take good photos، اما میتونم عکس‌های خوبی بگیرم. سارا میگه really، تعجب میکنه، میگه واقعاً can I see your photos؟ میتونم عکساتو ببینم؟ الهام در جوابش میگه why not؟ چرا که نه؟ come to my house this afternoon. میگه که امروز بعد از ظهر، در واقع امروز بعد از ظهر بیا خونه من، یا در واقع میخواد بگه که بعد از ظهر بیا خونه من. سارا میگه تعجب میکنه oh I can't make it today. حالا سارا نمیتونه اون روز بیاد. میگه که I can't make it today. امروز نمیتونم. ببینید بچه‌ها، این جمله I can't make it today نمیخواد اینو کلمه به کلمه ترجمهش کنید. منظور این جمله رو به انگلیسی متوجه بشید. سارا میگه که نمیتونم بیام، امروز نمیتونم، همین معنی ها رو میده. خب today هم یعنی امروز، today. How about Thursday afternoon؟ در واقع میخواد بگه که پنجشنبه بعد از ظهر چطور؟ سارا یه روز در مورد یه روز خاصی صحبت میکنه، میگه که پنجشنبه بعد از ظهر چطور؟ خب الهام در جوابش میگه that's fine، خوبه. that's fine، خوبه. you can bring your drawing book too. میگه که تو میتونید کتاب نقاشیت هم بیاری. خب drawing book همون دفتر نقاشی هست که در واقع سارا نقاشی هاشو میکشه. سارا میگه sure، حتما. بسیار عالی. خب بیایید ادامه درسمون رو پیگیری کنیم. در این قسمت practice 1 رو داریم، talking about abilities، که یاد میگیریم چطور در مورد توانایی‌های خودمون دیگران صحبت کنیم. من این جملات رو براتون میخونم، لطفاً توجه کنید و مجدداً با هم میخونیم و براتون توضیح میدم که هر یک از این جملات به چه معناست. Are you good at drawing? Are you good at drawing? Yes, I am. Are you good at drawing? No, I'm not. نگاه کنید بچه‌ها، اینجا یه سلش هست، یه خط کج. یه بار ما میتونیم به این سوال با yes جواب بدیم، یه بار هم با no جواب میدیم. به همین صورته که این خط تیره در واقع خط کج در این قسمت هست که بهش سلش میگن. Are you good at drawing? Yes, I am. Are you good at drawing? No, I'm not. Is she good at cooking?
Yes, she is. Is she good at cooking? No, she isn't. Is he good at playing football? Yes, he is. Is he good at playing football? Yes, he is. Is he good at playing football? No, he isn't. Are you good at searching the web? Are you good at searching the web? Yes, we are. Are you good at searching the web? No, we aren't. Are they good at swimming? Yes, they are. Are they good at swimming? No, they aren't. بسیار عالی. خب بیایید با هم دیگه تکرار کنیم. من میخونم، لطفا شما هم با من تکرار کنید. Are you good at drawing? بسیار عالی. Yes, I am. No, I'm not. Is she good at cooking? Is she good at cooking? Is she good at cooking? لطفاً تکرار کنید. Yes, she is. No, she isn't. Is he good at playing football? Is he good at playing football? Is he good at playing football? Yes, he is. Yes, he is. No, he isn't. Are you good at searching the web? Yes, we are. No, we aren't. Are they good at swimming? Yes, they are. No, they aren't. خب جمله اولمون میگه Are you good at drawing? Are you good at drawing? میگه شما در نقاشی کشیدن خوبین؟ بعد در جوابش هم میتونیم بگیم که آره هستم، هم میتونیم بگیم نه نیستم. Yes, I am. No, I'm not. جمله دوم Is she good at cooking? آیا او در آشپزی خوبه؟ هم میتونیم با پاسخ مثبت بگیم آره هست، هم میتونیم بگیم نه. Yes, she is. No, she isn't. Is he good at playing football? آیا او در بازی فوتبال خوبه؟ فوتبال بازی کردن خوبه؟ Yes, he is. بله. No, he isn't. نخیر. Are you good at searching the web? آیا شما در جستجو در وب خوب هستین؟ یعنی مهارت دارین؟ تواناییتون خوبه؟ Yes, we are. بله هستیم. No, we aren't. نه نخیر. Are they good at swimming? آیا اونا در شنا کردن خوبن؟ Yes, they are. بله هستن. No, they aren't. نه نیستن. خب اینجا یه سری کلمات جدید یاد گرفتیم. drawing رو میدونید یعنی نقاشی کشیدن. cooking یعنی آشپزی کردن، غذا پختن. playing football یعنی فوتبال بازی کردن. searching the web یعنی جستجو در وب، در اینترنت. swimming هم که خب از سالهای قبل میدونید یعنی شنا کردن. خب پرکتیس 2 هم به همین صورت ادامه میدیم. یه بار من میخونم، لطفا شما هم توجه بفرمایید. Can you make a cake? Yes, I can. No, I can't. البته بچه این can و can't رو به این صورت هم بگید درسته. Yes, I can. No, I can't. Can't هم بگید درسته. ولی عمدتاً به صورت can't میگن توی مدارس. ولی خب شاید کسی گفت can't، اونم درسته. Can she search the web? Yes, she can. No, she can't. Can she search the web? Yes, she can. No, she can't. Can he do a puzzle? Can he do a puzzle? Yes, he can. No, he can't. Can you ride a bicycle? Yes, we can. No, we can't. Can they play basketball? Yes, they can. No, they can't. خب براتون توضیح میدم معنیشو. در واقع اینا به چه معنی هستن؟ سوال اولمون میگه Can you make a cake? Can you make a cake? میتونی یه کیک درست کنی؟
خب در جوابش میگه yes I can، بله میتونم. no I can't، نه نمیتونم. can she search the web؟ آیا او میتونه توی اینترنت سرچ کنه، توی وب سرچ کنه؟ can she research the web؟ yes she can، بله میتونه. no she can't، نه نمیتونه. can he do a puzzle؟ آیا او میتونه یه پازلی حل کنه، یه معمایی حل کنه؟ yes he can، بله میتونه. no he can't، نه نمیتونه. can you ride a bicycle؟ میتونی یه دوچرخه سواری کنی؟ میتونی یه دوچرخه برونی یا دوچرخه سواری کنی؟ yes we can. البته اینجا you یعنی شما، در جوابش میگه که yes we can، بله ما میتونیم. no we can't، نه نمیتونیم. can they play basketball؟ آیا اونا میتونن بسکتبال بازی کنن؟ yes they can، بله میتونن. no they can't، نه نمیتونن. خب اینم از پرکتیس دوم ما. شما هم یه بار مجددا به این قسمت گوش بدید. البته توی کلاس ما اینو تمرین کردیم، منتها فعلا امکانش نیست. بنابراین شما اگه توی خونتون کسی هست که انگلیسی بلده، باش تمرین کنید. یعنی شما یه بار سوال بپرسید، ایشون جواب رو بدن، بعد مجددا ایشون سوال رو بپرسه، شما جواب بدید. این قسمت رو به صورت رول پلی تمرین کنید تا خوب یاد بگیرین. خب پرکتیس دوم میگه در واقع همینه، فقط یه سری سوالات دیگه در رابطه با توانایی میپرسه. برید اینا رو بخونیم و بعد متوجه بشیم که چه معنی میدن. Who can work with a computer? All students can. Who can play tennis? Ali can play tennis well. Who can draw? Parham can, but not very well. Who can take photos? Marjan and Layla can. Who is good at telling stories? Me. خب جمله اولمون رو با هم تکرار کنیم. میخونم، شما هم گوش بدید و بعد تکرار کنید. Who can work with a computer? Who can work with a computer? Who can work with a computer? All students can. All students can. Who can work with a computer? All students can. میگه که چه کسی میتونه با کامپیوتر کار کنه؟ میگه در جوابش all students can، همه دانش آموزا میتونن. Who can play tennis؟ چه کسی میتونه تنیس بازی کنه؟ Ali can play tennis well. علی میتونه خوب تنیس بازی کنه. Who can draw؟ Who can draw؟ تکرار کنید. Who can draw؟ چه کسی میتونه نقاشی بکشه؟ پرهام can but not very well. پرهام میتونه ولی نه خیلی خوب. Not very well، خیلی خوب. But not very well، اما نه خیلی خوب. Who can take photos؟ کی میتونه عکس بگیره؟ مرجان and لیلا can. خب کی میتونه عکس بگیره؟ مرجان و لیلا میتونن. Who is good at telling stories؟ چه کسی تو داستان گفتن خوبه؟ Me، من. خب بسیار عالی، این قسمت هم بررسی کردیم. کلمات جدید کامپیوتر هست. کامپیوتر لطفاً تکرار کنید. کامپیوتر یعنی کامپیوتر. students یا students یعنی دانش آموزان. تنیس یعنی تنیس، بازی تنیس. البته این یه مقدار متفاوت‌تر از تنیسی هست که شاید شما فکر کنید. این تنیس یعنی یه زمین بزرگتر هست، اونجا بازی میکنن. یه تنیس هم هست که بهش تیبل تنیس میگن که نام دیگه‌ش هم پینگ پونگ هست که با هم دیگه متفاوت هستن. Who can draw؟ چه کسی میتونه نقاشی بکشه؟ draw هم نقاشی کشیدنه. photos میدونید چیه؟ یعنی عکس ها. telling stories یعنی داستان گفتن. خب به این صورت این قسمت هم تمام میکنیم، میریم قسمت بعدی. بعد درس پرکتیس هامون ما یه سری لغت ها هستن که اینا رو بیاید بیشتر بررسی کنیم. draw یعنی نقاشی کشیدن، طراحی کردن، همونطور که توی عکس هم میبینید. draw لطفاً با من تکرار کنید.
draw cook یعنی آشپزی کردن، غذا پختن. cook البته کوک به معنای آشپز هم میده، یعنی خود آشپز. کوک آشپز. لطفاً تکرار کنید. کوک. کوکینگ هم یعنی غذا پختن، آشپزی کردن. خب واژه‌های جدید ما take photos یعنی عکس گرفتن. بچه عکس گرفتن خودش یه مهارت، یه هنره و یه توانایی هست. همه نمیتونن عکسای خوبی بگیرن. کسایی که عکاس هستن، photographer یعنی عکاس هستن، اونا عکس تواناییشون اینه، هنرشون اینه و میشه گفت که یک مثل نقاشی کشیدن، مثل خوشنویسی، عکاسی هم یه هنره. take photos عکس گرفتن. search the web لطفاً تکرار کنید. search the web یعنی اینترنت جستجو کردن، در اینترنت، در وب جستجو کردن. swim یعنی شنا کردن. swim یعنی شنا کردن. لطفاً تکرار کنید. swim ride a bicycle دوچرخه سواری کردن. ride a bicycle لطفاً تکرار کنید. ride a bicycle. خب معنیشون هم توی تصویر هست که البته من توضیح هم ندم. تصویر خودش نشون میده که swim یعنی چه، ride a bicycle یعنی چه. بچه‌ها میخوام که موقعی که میخواد یه لغت جدید یاد بگیرید حدالامکان از فارسیش استفاده نکنید. فقط از تصاویر خوب هستن، یعنی نگاه کنید به تصاویر و انگلیسیش رو یاد بگیرید. به انگلیسی یاد بگیرید و به فارسیش، به معنی فارسیش توجه نکنید. do a puzzle یه پازلی رو حل کردن، یه معمایی رو حل کردن. do a puzzle لطفاً تکرار کنید. do a puzzle. play football خب تصویر نشون میده play football فوتبال بازی کردن. لطفاً تکرار کنید. play football. ممکنه فوتبال هم بشنوید، هر دوتاش درسته، فوتبال یا فوتبال. خب رسیدیم به قسمت بعدی درسمون، قسمت spelling and pronunciation. خب توی این قسمت بیایید اول مکالمه رو بخونیم، بعد که توضیح دادم خدمتتون این مکالمه چیه، شما هم بهتر میتونید متوجه خطاهای spelling یعنی املا و تلفظ بشین. خب دو تا دانش آموز و یه معلم هستن که تو این مکالمه با هم دیگه صحبت میکنن. دانش آموز اول میگه Excuse me, I have a question. معلم میگه، teacher میگه Yes. How do you say O in the words football and afternoon? Teacher میگه Say double O. Well, the sound is short in football and long in afternoon. Student یک تشکر میکنه، میگه Thanks, thank you. Student دو میگه Excuse me, I have a question too. We write P-L-A-Y but we say play. Why? Teacher میگه Well, that's play. There's no E between P and L. Play. Student دو تشکر میکنه، میگه Thanks. And how do you say S and W in swimming? Teacher میگه swimming. Say swimming. بسیار. خب بیاید معنیشو براتون بگم. دانش آموز یک میگه Excuse me, ببخشید, I have a question. یه سوال دارم. به معلمش میگه ببخشید یه سوال دارم. معلم میگه Yes, بله.
Student 1 یا همون دانش آموز اول میگه How do you say OO in the words football and afternoon؟ میگه دوتا او رو توی کلمات فوتبال و afternoon چطور میگید؟ معلم میگه say double O، دوتا او بگو او. Well، خب the sound is short in football and long in afternoon. میگه که خب صدای این دوتا او در فوتبال در واقع کوتاهه و در کلمه afternoon بلندتره. Student 1 تشکر میکنه میگه Thank you. Student 2 میگه Excuse me، ببخشید. I have a question. خب دانش آموز دو هم میاد سوال میپرسه میگه Excuse me، ببخشید. I have a question. یه سوال دارم. منم یه سوال دارم. We write P-L-A-Y but we say play. Why؟ میگه که ما مینویسیم P-L-A-Y but we say play. اما میگیم play. Why؟ چرا؟ معلم میگه تیچر میگه well، خب that's play. play هست. There is no e. هیچ گونه صدای e between p and l. میگه که صدای e بین p و l وجود نداره. Student 2 تشکر میکنه میگه thanks and how do you say S and W in swimming؟ و چطور S و W رو در swimming میگین؟ خب معلم میگه swimming say swimming. خب اونم درستشو براشون میخونه. خب اینجا یه عبارت خیلی خوبی هست excuse me، یعنی ببخشید. موقعی که شما توی کلاس از معلمتون میخواید یه سوالی بپرسید ازش اجازه بگیرید میگید excuse me، ببخشید excuse me. و خب ایشون معلمتون بهتون اجازه میده که صحبت کنید یا برید از کلاس بیرون. به هر حال این قسمت هم به پایان میرسه. میریم قسمت بعدیمون و قسمت بسیار عالی درسمون یعنی listening و writing. خب قراره که ما به یه مکالمه گوش بدیم. من الان براتون یه فایل صوتی پخش میکنم. شما باید به خوبی به این مکالمه گوش کنید و 2 اطلاعات رو از این صحبت ها به دست بیارید. و توی این قسمت یعنی توی سطر 1 که به رنگ کرمی هست هم اسم رو بنویسید، اسم اون شخص رو، هم abilities رو بنویسید، توانایی اون شخص رو. بنابراین بازم براتون توضیح میدم. یه فایل صوتی براتون پخش میکنم که 2 نفر، 3 نفر، هر چند نفر که حالا هست با هم یه صحبت میکنن در مورد یه نفر و توانایی ها. شما باید با دقت گوش بدید و ببینید که توی قسم ستون نیم چه اسمی رو وارد کنید و همچنین توی ستون سوم یعنی abilities چه اسمی رو وارد کنید. Conversation 1. Mother, my friend Arasu can do a lot of things. Oh, what can he do? For example, he can draw very well. Really? Yes, he's very good at it. I have one of his drawings. Would you like to see it? Oh, yes. This is really good. He can swim very well too. Great. Do you like to learn too? Yes, of course. Okay. Conversation 2. Hello, class. Hello, teacher. Today I'm going to know about your abilities. Let's start it with Mernush. Mernush, please tell me about your abilities. What can you do well? I'm good at cooking. I cook a lot of foods and I can make a cake too. That's so good. Are you good at searching the web? Oh yes, I can do it well. So, can you find the name of some special kinds of food from other countries? Sure. Thank you, Mernush. Sit down, please. خب بریم ادامه درسمون. و توی این قسمت ما یه سری
لغت‌های جدید داریم که مربوط به درس سوم هست. بیایید این لغت‌ها رو بررسی کنیم، تلفظ کنیم، تمرین کنیم و معنیش هم بررسی کنیم. Tell a story. به تصویر نگاه کنید. مادرش داره به در واقع فرزندش داستان تعریف میکنه. Tell a story یعنی داستان گفتن، داستان تعریف کردن. Run یعنی دویدن. Run یعنی فرار کردن، دویدن. خب بریم. Take photos یعنی عکس گرفتن. Ride a horse یعنی اسب سواری کردن. لطفاً تکرار کنید. Take photos. Ride a horse. Ride a horse. Ride a bicycle. Ride a bicycle. لطفاً تکرار کنید. Ride a bicycle یعنی دوچرخه سواری کردن. Draw a picture. Draw a picture. تصویر رو طراحی کردن، نقاشی کردن یک عکس. Picture یعنی عکس، draw هم یعنی نقاشی کشیدن. Play basketball. بسکتبال بازی کردن. Work with a computer. Work with a computer. با یک کامپیوتر بازی کردن. Work with a computer. با یک کامپیوتر کار کردن. Work یعنی کار کردن. Play ping pong. Play ping pong یعنی پینگ پونگ بازی کردن. Play football. Play football. فوتبال بازی کردن. Play tennis. Play tennis. تنیس بازی کردن. Play chess. Play chess یعنی شطرنج بازی کردن. Play badminton. Play badminton. بدمینتون بازی کردن. Play volleyball. Play volleyball یعنی والیبال بازی کردن. خب رسیدیم به پایان درسمون. 2-3 تا تکلیف هست که براتون در نظر گرفتم. یکی این که خب در کلاس نیستیم که کلی تمرین انجام بدیم و این درس رو به خوبی یاد بگیریم. پس بنابراین توی خونه‌تون با پدر و مادرتون، اگه خواهر و برادر دارید که چه بهتر، باشون قسمت مکالمه درس و پرکتیس ها رو به صورت رول پلی تمرین کنید. یعنی یه بار شما بگید، در پاسخش رو ایشون بگه، بعد مجددا تعویض کنید، یه بار ایشون جملات اول رو بگه و جملات دوم رو شما بگید. همچنین تمرین های موجود در کتاب کار رو انجام بدید. درس سوم رو به صورت کامل تکمیل کنید و ازش عکس بگیرید و در زمان مناسب برای معلم خودتون ارسال کنید. خب رسیدیم به پایان درس سوم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و یاورتان.